تایلند، کشوری که همه ما ویدیو خیابونا و تفریحات شبانه این کشور رو دیدیم. اگه توی خیابون تایلند قدم بزنی احتمالش خیلی کمه که خانومای زیبا بهت پیشنهاد ندن. توی خیابونهای تایلند خانوما بدون هیچ شناختی بهتون پیشنهاد میدن و ممکنه با دستشون شوخیای انجام بدن. تایلند کشور زنان زیبا شناخته شده که گردشگران زیادی فقط به خاطر همین ویژگی به اونجا سفر میکنن. توی این ویدیو قرار به کشور تایلند، مرکز تفریحات شبانه بریم. تایلند در جنوب شرقی آسیا قرار داره و با مالزی، لاوس و میانمار همسایه است. جمعیت تایلند حدود 72 میلیون نفره که طی سالهای اخیر این عدد به سرعت در حال رشده. این کشور از نظر گردشگری به خاطر سواحل زیبا، فرهنگ پرشور، بازارهای شلوغ و مردمان پر انرژی و مهربان به یکی از کشورهای شناخته شده آسیا تبدیل شده. طبیعت تایلند یکی از زیباترین طبیعت‌های آسیاست. تایلند یکی از کشورهایی که زیباترین سواحل در آن وجود داره و گردشگران زیادی از این کشور دیدن می‌کنند. بعضی از این گردشگرها برای دیدن از طبیعت زیبا، کوه‌های سرسبز و ورزش‌های آبی به این کشور سفر می‌کنند. ولی می‌توان گفت بیشترین گردشگرانی که به این کشور سفر می‌کنند فقط به خاطر دیدن از جشن‌ها و تفریحات شبانه تایلنده و به خاطر تفریحات شبانه توی این سفرها ولخرج‌های زیادی انجام میدن که کمک زیادی به اقتصاد کشور تایلند میکنه. پایتخت کشور تایلند شهر بانکوکه. بانکوک مکانهای دیدنی زیادی داره که ساخت بعضی از آنها به سالها پیش برمیگرده. یکی از ویژگی‌های شهر بانکوک تفریحات شبانه در کلوب‌ها و رستوران هاست. هر ساله توریست‌های زیادی به خاطر این جشن‌ها به تایلند سفر میکنند. تنوع غذایی بانکوک دست کمی از این جشن‌ها نداره و کسایی که به این شهر سفر میکنن بدون شک از غذای بی‌نظیر آن دیدن میکنن. جشن‌ها و تفریحات تایلند بیشتر در خیابان‌ها برگزار میشه. از خیابان‌های معروف و پر انرژی شهر بانکوک میتوان به خیابان خافسان اشاره کرد. در این خیابان خانم‌هایی با پوشش خیلی کم توی رستوران‌ها و کنار خیابان مشغول رقص و تفریح هستند. آنها حتی بدون شناخت به کسایی که از توی خیابان میگذرن پیشنهاد میدن و گاهی با دستاشون به بدن آنها دست میزنن. بعضی از آنها ممکنه سر راه آقایون برن و آنها را به سمت خودشون بکشن. اگه تا اینجا مطالب رو دوست داشتی ویدیو رو لایک کن که قرار معروف در این خیابان آسیا رو بهتون معرفی کنم. خیابان واکینگ استریت معروف‌ترین خیابان تایلنده. این خیابان در شهر پاتایا قرار داره. خیابانی که شب و روز برای آن معنی نداره و همیشه چراغ‌هایش روشنه. خیابان واکینگ استریت شهر پاتایا شلوغ‌ترین مرکز تفریحی کل کشور تایلند محسوب میشه و با اینکه فقط 1 کیلومتر طول داره اما پر از کلوب‌ها، کافه‌ها و رستوران‌هایی است که شب تا صبح باز هستند. در خیابان واکینگ استریت همیشه نورهای قرمز رنگ به چشم میخوره و همیشه در آن صدای موزیک بلند به گوش میرسه. این خیابان به هیچ عنوان جنبه فروش پوشاک و بقیه کالا رو نداره. به طور کلی این خیابان فقط برای خوشگذرانی ساخته شده. بازدید از خیابان واکینگ استریت برای توریست‌های شب زنده‌دار و کسانی که اهل شلوغی و صدای بلند موزیک هستند تجربه جالبی است. این خیابان و مردمی که در آن تردد می‌کنند اصلاً نمی‌خوابند. خیابان واکینگ استریت از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد شلوغ میشه و تا ساعت 3 صبح ادامه داره. در طول این ساعت‌ها ماشین و موتورها اجازه ورود به خیابان واکینگ استریت را ندارند و فقط امکان پیاده روی در آن وجود داره. جالبه بدونید در این خیابان مسابقه بوکس واقعی برگزار میشه که بوکسورهای معروفی برای مسابقه به این خیابان میان. این ویژگی تایلند فقط به اینجا ختم نمیشه. توی کشور تایلند به خاطر این ویژگی بیماری‌های زیادی وجود داره که سلامت خیلی از مهاجرانی که به آنجا میرن به خطر انداخته. همیشه در این کشور باید مواظب کیف پول خودتون باشید. بسیاری از مهاجران به خاطر این ویژگی تایلند به خرج‌های زیادی انجام میدن که بیشتر آنها پولاشون رو به خاطر کم توجهی از دست میدن. اگه دوست داری بیشتر در مورد کشور رو بدونی ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا از ویدیوهای کانال با خبر شی.